کتاب صوتی پاک زیستن از انجمن معتادان گمنام. گوینده آسمان. مقدمه. کتاب پایه به ما اطمینان می‌دهد که الهامات تازه‌ای در راه است و تجربه ما این ادعا را ثابت کرده است. از وقتی که این کلمات نوشته شده تا کنون مسائل بسیاری بر ما آشکار گردیده و هر روزی که ما پاک زندگی می کنیم و اصول بهبودی را تمرین می نماییم، موضوعات بیشتری بر ما آشکار می شوند. ما به عنوان یک عضو رشد می کنیم و همینطور به عنوان یک انجمن رشد کرده و به بلوغ می رسیم. هرچه را که از راه تجربه می آموزیم به شکل دانش یا آگاهی در اختیار دیگران می گذاریم. این به معنی آن است که هر نسل جدیدی از تازه واردان منابع بیشتری از نسل‌های گذشته خود در NA در دسترس دارند. این که آیا این مسئله باعث تقویت یا تضعیف ما می شود، کاملاً بستگی به آن دارد که تا چه حد هدف اصلی برنامه را درک کرده و به چه شکل اصول مشارکت، مراقبت و خدمت را تمرین کنیم. بزرگترین گنج و منبع ما همانا عمق آگاهی شخصی ما از فرایند بهبودی است. ما این گنج را در جلسات، گرد همایی‌ها، هنگام صرف چای و قهوه با اعضا و در نشریات خود به مشارکت می‌گذاریم. اکنون یک بار دیگر ما تجربه نیرو و امید جمعی خود را به شکل کتبی ارائه می‌نماییم. این کتاب توسط معتادان برای معتادان نوشته شده که تصویری لحظه‌ای و کوچک از انجمنی متشکل از معتادان در حال بهبودی است که برای روزها، ماه‌ها، سالها و دهه‌های متمادی به کمک یکدیگر با شرایط مختلف زندگی روبرو شده اند بدون آنکه نیاز به مصرف مواد مخدر داشته باشند. این کتاب دو موضوع را دنبال می کند: کمک به تازه واردان و همینطور احیا و شعله‌ور کردن مجدد اشتیاق و علاقه اعضای قدیمی. امکان پذیر نیست که این کتاب شامل نظرات و باورهای همه اعضا باشد، اما نشانگر تجربیات، اکتشافات و مشارکت‌های ما از سال 1982 میلادی است. یعنی زمانی که کتاب پایه برای اولین بار نوشته شد و به تایید انجمن رسید. اولین پیشنویس کتاب پاک زیستن در سال 1983 میلادی خلق شد، اما تاریخچه این پروژه از آن هم فراتر می رود. در زمانی که کتاب پایه معتادان گمنام در حال نوشته شدن بود، بعضی از اعضا باور داشتند که کتاب پایه آخرین نشریه ما در رابطه با زندگی به روال برنامه NA نیست. نسخه های پیشنویسی که برای پاک زیستن در سالهای 1983 و 1990 میلادی تهیه گردید شامل نصایح، پیشنهادات و دستوراتی عینی و محکم برای پاک شدن و پاک ماندن بود. اما می‌دانیم که اکثر ما با نصیحت و دستور مشکل داریم. تجربه ما اغلب متفاوت از چیزی است که در دلمان می‌خواست اتفاق بیفتد. ما دریافتیم که نقطه مشترک ما اعمال ما نیست، بلکه اصولی است که سعی می‌کنیم در زندگی تمرین کنیم. در سالهای بعد نسل‌های زیادی از معتادان پاک شدند و از طریق عمل به پیشنهادات کتاب پایه پاک ماندند. این تجربه دورنما و نگاهی را در رابطه با اصول بهبودی به ما داد که در نوع خود بی‌نظیر است. ما از ابتدا می‌دانستیم با مشکلی سر و کار داریم که فقط در رابطه با یک ماده خاص نیست، بلکه با بیماری سر و کار داریم که اگر درمان نشود به انواع مختلف خود را نشان می‌دهد تا در نهایت باعث مرگ ما شود. تمرکز بر روی یک ماده یا یک نشانه بیماری
برای ما ناکافی است. همان گونه که در میابیم بیماری اعتیاد بر تمام زمینه‌های زندگی ما تأثیر گذاشته، می توانیم ببینیم که بهبودی بر همه اعمال ما تأثیر می‌گذارد. بر روی روابطمان با خانواده، بر روی محیط کارمان، بر روحانیت ما و حتی بر روی جسم ما که شکل و ظاهر همگیشان عمیقاً تحت تأثیر گذشته و نحوه کنار آمدن ما با این بیماری شکل گرفته است. همان گونه که پاداش بهبودی اغلب ورای رویاهای ما است، تأثیر بهبودی نیز بر زندگی ما و اطرافیان ما بی نهایت زیاد است. ما ممکن است هرگز ندانیم که توسط پاک ماندن و زندگی به روال این اصول تا چه حد می توانیم خوب و به نفع این دنیا باشیم. قدردانی ما از زندگی جدیدی که یافته ایم انگیزه است برای بخشش بیشتر، عشق بیشتر و زندگی بیشتر. ما به تعریف داستان زندگی خود در NA فرا خوانده می شویم. نه یک بار بلکه بارها و بارها. ما نه می توانیم با یک بار مشارکت یا یک بار قدم 5 کار کردن خود را به طور کامل بشناسیم و نه کلیت بهبودی را به یک بار تجربه کنیم. ما بهبودی را مرحله به مرحله و لایه لایه شناسایی می کنیم و هر بار نیز دیدگاه ما نسبت به خودمان تغییر می کند. آگاهی ما ارتقا می یابد و دورنمای ما از زندگی تغییر می کند. گفتن حقیقت درباره زندگیمان یکی از قوی ترین کارهایی است که می توانیم انجام دهیم. اگرچه ممکن است احساس کنیم که در طول زندگی شخصیت‌های متفاوت داشته ایم و آدم‌های مختلفی بوده ایم، اما اگر دقت کنیم می‌بینیم که رگ و ریشه تجربیات ما یکسان بوده است. درک می‌کنیم کدام یک از خصوصیات فردی به ما کمک کرده یا باعث عقب افتادگی ما شده است و اینکه می‌توانیم حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی امیدوار باشیم. بهبودی یک فرایند دائم و مادام العمر است. هر قدر آن را جدی‌تر بگیریم، بیشتر درک می‌کنیم که تا چه حد قابلیت رشد داریم. فرقی نمی‌کند که در چه نقطه‌ای از سفر بهبودی قرار داریم. آموختن و یادگیری هیچ وقت پایان نمی‌یابد. تمرین مداوم برنامه معتادان گمنام نه تنها زندگی را برای ما آسان‌تر می‌سازد، بلکه آن را غنی‌تر، بهتر و جالب‌تر می‌کند. ما با پاک ماندن شروع می‌کنیم و از آنجا به بعد برنامه به ما ابزار لازم جهت پیدا کردن راه حل‌هایی که برای ما مناسب هستند را ارائه می‌کند. از لحظات مختلف زندگی درس می‌گیریم، توانایی پیدا می‌کنیم و به موفقیت دست می‌یابیم. امیدواریم تجربه‌ای که در اینجا به مشارکت می‌گذاریم به اعضای ما کمک کند تا فراتر از آنچه ما فکرش را می‌کنیم پیشرفت کنند. این کتاب یک فهرست از نصایح نیست، بلکه مجموعه‌ای از تجربه، نیرو و امید است درباره پاک زیستن که ما در زندگی روزمره، روابط و خدمت به دیگران تجربه می‌کنیم. تمامی مطالبی که در صفحات بعدی آمده ممکن است به طور مساوی برای همه مهم نباشد. هر یک از ما با چالش‌های متفاوتی در طول این سفر روبرو هستیم، اما امیدواریم که این کتاب برای همه اعضا مطلب مهمی در بر داشته باشد. این کتاب مجموعه است از تجارب مختلف بسیاری از معتادان در سراسر جهان. صدها نفر از اعضا درک خود را از پاک زندگی کردن از طریق برگزاری کارگاه، نامه، بحث و گفتگو، بولتن‌های الکترونیکی و فایل‌های صوتی
با ما به مشارکت گذاشتند. این کتاب در طی مدتی طولانی شکل گرفت و تکمیل شد. هر قدر سفر ما بیشتر ادامه پیدا کرد، نظرات هم در مورد زندگی پاک تغییر پیدا کرد. مضامین و ساختار این کتاب نسبت به بازخوردهایی که دریافت می‌کردیم نیز تغییر نمود. این فرایند هر روز توسعه یافت و ما را از نتیجه حاصله شگفت زده کرد. ما از یکدیگر آموختیم و ماحصل مجموعه به دست آمده بسیار با ارزش بود. رگ و ریشه مشترک در تمام تجارب مختلف ما این است که علی‌رغم اینکه چه مدت از پاک هستیم یا علی‌رغم اینکه چند قدم کار کرده ایم و صرف نظر از اینکه در چه مرحله‌ای از زندگی هستیم، هنوز از NA نیرو می‌گیریم. به مشارکت گذاشتن تجربه من به آن تجربه معنی و ارزش می‌بخشد. رابطه عمیقی که ما در NA با خود، با دیگران و با نیروی برترمان برقرار می‌کنیم، ارزشمندتر از هر چیزی است که تصورش را می‌کنیم. ما با برنامه و انجمن در تماس دائم می‌مانیم، زیرا هر چیزی که خواهانش هستیم را در آن پیدا می‌کنیم. زمانی گیج بودیم که چطور می‌شود NA را جزئی از زندگی کرد، اما حال اکثر ما نمی‌توانیم زندگی بدون آن را حتی تصور کنیم. وقتی از ابزار در دسترسمان استفاده کنیم، در بهبودی پیشرفت خواهیم کرد. فرقی هم نمی کند که چند وقت است پاکیم یا با چه مشکلی روبرو هستیم. مهمترین مسئله این است که ما هنوز زنده ایم تا بتوانیم زندگی پاک را تجربه کنیم. که این برای افراد مبتلا به بیماری اعتیاد دست کمی از معجزه ندارد. ما بهبود پیدا می کنیم تا قادر باشیم زندگی کامل و غنی را تجربه کنیم. این زندگی ما را با چالش‌هایی نیز روبرو می کند که هرگز انتظارش را نداریم. زندگی فرای رؤیاهایمان اغلب به معنی وارد شدن به محدوده ناشناخته و غریب است. آن تعداد بیشماری از معتادان که به خلق این کتاب کمک کرده اند، همگی به طور شفاف اعلام نمودند که پاک شدن آخرین معجزه‌ای نیست که ما تجربه می کنیم یا به آن نیاز داریم. ما یاد گرفته ایم که می توانیم تحت هر شرایط و با وجود هر مشکلی پاک بمانیم. هرگز برای اینکه دوباره شروع کنیم و مجدداً به انجمن وصل شویم، قدم کار کنیم، به بیداری روحانی برسیم یا راه تازه‌ای برای زندگی پیدا کنیم، دیر نیست. تا زمانی که تمایل داشته باشیم پاک بمانیم و به جلسات برویم، بهبودیمان از راه‌های غیر قابل تصوری رشد می‌کند. ما در حال پاک زندگی کردن هستیم و سفرمان هر روز ادامه دارد.